نلچینه دقیق یه همسر خسور به بیا اینجا بستکن اینجا بستکن حتما خوبه میه اکو گیلا غرفه ها؟ غرفه کی غرفه؟ آی اینه میبینی راست میگی کو کاکا خسار به شما دیمه جگا ها؟ اینا شاید قلف کرده باشن گفتن که گلک میایه دروغ قلف کنین که باشه اینا برفتم برم مثلا شته زبیده خوش زبیده جا کنه زبیده من خیلی مایسه کنه اگه قلفه کو قلفه اینا اشته قلف کردن کمال گردن و من لنگم درو میرنی زبیده من گیلا کمک بیا مرمایی بیا دارازی و کلیار بده کوا کنو یاده برو من تو پسخی پسخی زبیده اینا شاید دروغ باشه شاید برفته باشم به عریسیا شاید برفتم باشم خدم قرآن شاید برفته باشم دیگه چیزی مالکه بیامده و در سراش ما قلفه کجاه چی قدر داری در کو میبینی قلفه؟ بله چی سر صدا میکنی در کو میبینی قلفه؟ شما کجای ماما؟ ما هم یه همسایه پهلوییم ما هم یه همسایه پهلوییم مر نمیشناسی؟ نه ما خود تو رو میشناسم که تو دوماد از اینا تو مر نمیشناسی؟ این خساره خسور منو خب من خبر دارم از اینجا برفتم اونو با کجا رفتن؟ 4-5 روز میشه سراریلا کردم مال در قلفه کسی نمیشین اینجا کو نوزباد من برفته همه برفتن کسی نمیشینه گدوات برفتم گفتم میریم به شهر که به خود سرای بخریم شما کجای ماما؟ ما هم یه همسایه پهلوییم همسایه پلو؟ بله اینا 4-5 شب میشه 4-5 روز میشه که حرکت کردم برفتم 4-5 شب 4-5 روز اینا حتی به شب رفتم به روزم نرفتم شبم رضا پاش قربان کردم مهاجر بودم دیگه بیام چند شب بس دیگه برفتم دیگه نسودم مهاجر بوده؟ ها دیگه همسایه نشین بودن سراغ خود از اینو نبود دیگه حرکت کردم برفتم شما ما عرستکی میشه دیگه خب ما همسایه ما ناخیمان با پهلو میشینیم ما خود دروغ نمیگم بابا خسور منم مهاجر نیم تو خبر نداری که اینا برفتن نه تو اشتا دوماد از اینه که تو خبر نداری من از او جمعه که بیامدم این جمعه او جمعه هم بیامدم گفتم ما چون نه یا که ما میریم ما کجا برای سرف دم نمازدگر بیرو کردم فکر کنم سرک تو هم شیره ملیدم به خیر خیریت ها؟ سرک تو هم به نظر میت شیره ملیدم چرب کردم شیره به تسر می؟ بلیو میگم سرک از دبه خیلی چرب میکنم مثل که سرک تو هم از دبه خیلی چرب کردم پاک کنیم ماما میر صبر کنیم پاک کنیم ماما جمی سر فکر کنم که سرک تو پاک نمیشه سه که تپه داغای مونده بیر مگر بری با همون بشوری که پاک شه شیره های؟ بلیو اوی رقم پاک نمیشه که تو توف کنی فایده نداره در استاده شدن تو ماما همینجا نوشته نانه یعنی می شماره نانه یعنی میگه نانه او خالص نانه نانه چای اگر میخوری که بریم چای بخور
ها بریم اگه چای خورده میدی خودمون بریم چای تیاره. داریم چای. آه. الو ننه اشتنی خیریت جان جون خسور من بجستا ننه شما گیری ننه ما گیله کن ننه ما بچه شما گیله کن من خسور من بجستا مفود گردیده نه چری دو میدی میگه با من میگه چری مرد دو میدی میگه من چری تو اشتباه با من زنگ نامه و چی من نانی شما نومه نه من نانی شما نوم مادر من نمیفهمه مادر شما هم نمیفهمه همین تحقیقایی که تو میکشی فکر نکنم دکترم پیدا نشه که با درد از باز بفهمه. شما نامرمیم شما ماما ما خو مادر شما نمیشته خودی و گفتنم. شما بگیم مادر جان شما بگیم مادر جان بچه شما خسوری و بجسته بگیم. بله نه میشنوی. نه نگو نه ما خب نانی شما آدم نانی بیعقلی بودی نه نانی شما خود چی فهم ما پیزا همال با میای میگی میراث مامای نه خب بیبی بگم نه بگیم خاله جان بگیم بچه شما خسوری بجسته بشو. بله خاله جان میشنویم. چی میگم دو میده ننمه دو ندیم من همی همسایه همی خسور بچه شما نو نمیبینه نمیفهمه میگه نمیشنوم که پاتو مکم خیخ کش اشتا خیخ کشم نه این خسور همسایه مانه خسور همسایه مانیم شما همسایه نایم همسایه خسور شما همسایه ما همسایه کنی همسایه خسور شما اینا همسایه خلوص مانه چی؟ خسور شما خسور همسایه خسور شما نه اینا همسایه خسور شما نه میشنویم خاله صدامه همی خسور از اینا که هست 5 شو میشه بم شو فرار کرده رفته همی تو معلوم میشه که دست همی بچه شما فرار کرده شما لالا دروغ میگیم اودم به من گفتین 4-5 شو میشه حالا با میگه 5 شو میشه 5 شو میشه کی برفته نه من خسور من زندگی مفقود گردیده بیایم یا نیایم ها نمیشنم بابا یلته ماما دلچینی بله چی بیاورده بودی خود خو بله چی بیاورده بودی اینا برتینی خواهردم خب نه کاله برفتم دیگه لباشاکه تو نه کجا پیدا میکنی لباشاکه سقیچه کامی هم چیزه تخم سبچه از شهر مدی اینجا گو بله از شهر مدی بدیدن از اینا نه مله آخر همینا دستویزه وردی لباشک و تخم سبچه و سقیچ خسول ما بجستم ای ماما این اثر از اینا نبوده نه دیگه اینا همسایه نشین بودن نمیفهم کجا رفتن گفتم میرم دیگه شب شو رفتم خودی کاسه خدا پیزی هم نکردم بله ماما اگه میشه خسول من دیدیم بگین گیلک دو بعد شما بیامده بفهمیدیم خب بگین گیلک دو بعد شما بیامده به شما سوقتی آورده نبودیم لباشک و سقیچ بگم ها بهمیه هم هسته بهمیه 2 کیلو هم بهمیه اگه من به جامعه بودم تو راه نمیدادم همی دستویزه که تو آورده بودی خوب شد که ما پیش تو برم 100 کیلومتر راه وقت بیامدم من لباشک و سقیچ آوردم پی سپاسی نکش کارتی یارا الله به جلوه میکشید رم تو ما هوا وای به جلوه میکشی خنداره میشی جوان هستم ببین دو خدایا واقعی سلام خوبی
میگو بله گوه وقتی تو گیله که میگم بریم گوار جمع کنیم یک موش از اونو مندازه 5 من کارم خود اینو گد میکن مردم انی تو گد میکن میگو بابا یک دقیقه میگم آه. برای از این گپ نگرده لده نادزیر خب بین گوشم یک گپ بگم خب چی میگی؟ چشما شما روشن تبریک باشه باز چه کار شده؟ گیلک بفته در سرا خسور خوب خب خسوری از سرا بار کرده یعنی گیلک برفت و سرا خسور خو آه خسور از سرا خو بار کرده از سرا خوب بار کرده بچه کجا رفته کلاورداری بودی آه دیگه اینا همه حالا بفهمیدم او هفته پیشتر هم حساب کرد دوماده برای سرا خونه خسور خوره گفتم ما به عروسی میریم دوماد خود از سرا خود در کرد انا حالا بفهمیدم کاسه بزن این کاسه هم بیگانه آه دیگه اینا همه جلیری ها نانیتونه که تا حالا دختر باور بدیده که من خوش کدوم میرم به بچه گخ خو میدم شتا بدبخت شدم یک لگریپه سر دستمال دادم جگر من او شد دستام تکه تکه شد تریش شد به چی خیریا به چی زحمت من پول پیدا کردم تو برم گلک صدا کن İşte bu nomzatto. Hangila? İşte bu nomzatto. قلف بود 5 من Golf. وای یعنی با مداخن سفید خوری بگفتی؟ سر خاله من رفتم نیا سرا خالی تو رفتم من رفتم نالا در سلای اینا تک تک کردم من ندیدم غلف یک دم دلچینی گفته که آن در سلای اینا غلف یعنی نمی تو غلف کتی اندازه شاخ گوی خود یک زنجیری انا قرار که دیگه بسته بیدن های می تحقیق می که من گفتم شاید اینا برفته باشم این بار دیدم مرتقل که از او بر بیام من گفتم اگه نه همسایه من گو 4-5 شو پیشتر گو به شو رفتم یا میشه جمعه که تو رو بدر کردم از سر خواهد دو میشه بجستم اینا برفتم تو که معلوم میشه امید که تو میگی بچو او شب گفتن که نه یا گلک جو تو برو به سراخ و برو که ما میریم به عروسی خبریم ما یکه خبریم تو بعد قیافت و چیزه قیافت و تبله و ما چون تو به تالار نمیخوری ابرو ما میره من نبردن حالا بفهمیدی کلاوردری چی رقمه؟ چی برداری؟ کلاوردری اشته کلا که کلا برداری؟ مردم رو برمیدارن کلا مثلا کلا تیر برداشت یعنی برفتن عده کن با یک لگریپه جنسه بخیدن وردشن برفتن برد کار خود انگار که یک لگریپه خونه از دست نموشتم برده ولی بابا را کجا پیدا کنی؟ کی؟ این خسور تو بار کرده دیگه کجا بود قصور محمد شو بابا لالا او بجسته خب میبینی که بجسته دیگه جستن شاخه دا دنبه نسبت ما چه کار میشه دیگه همون نیستم لالا. تعقیب کردیم نیستم چه لالا. کردیم ها. شما بخزیم میفهم به زیر گوسبت کاسیه زیر گویسه بعد نمیان کاسه زیر نیم کاسه ها خسور به من میگفته که خوش به من موروش که نرفتیم آه. به من گفته گیله گفتم او گفته من خوش ما قیافه تو نمیآیه همی تو گو گردن من بند باشه اگه لنگ ما دروغ بگه ما چون دلچینی هم بشنید یا نشنید بشنیدی؟ چرا ما بود امروز نگفتی تو تو چرا به اون نگفتی میفهمیم خوب با ما گفته خوش ما قیافه تو نمیآیه گفته که چره گومه اصلا باف پوشتی خو غلط کردم که به تو دختر دادم فاتح کردم انا تو کرکتر مر ندیدی همی تو گو گردن من باشه اگه لنگ ما دروغ بگه لالا خب برو جو عقل و سر خیال و تو گفتم هر گپی که میشنیم جلوتر یک ساعت 2 ساعت جلوتر به من میگفتی و سر مجلس به من میگفتی که مجلس و مجلس هم با هم میزدم خوش مجلس نبودم این جمعی که برفتم اونا شاید دروغ هم بگم لالا که ما به عروسی بدیم نرفته باشم به عروسی من از سرا بیرون کردم خب میبینی که تو را سر بدر کردن دیگه
چیکار کنیم؟ و مال چیکار کنم؟ خب بریم مگشتگر چیم؟ و کجا بگردیم؟ به کدوم ولایت بگردیم؟ به کدوم منطقه بگردیم؟ به کدوم کوچه بگردیم؟ و اینا کلاوردار بدم. برو جایی از این کلاوردار بیشتر چی باشم دیگه؟ آخه یه خاطر بهم گفته که یک مابش باش ما اول میکشید خیلی کنه. اینو رای جسند شنگبت جان. خب بریم عباس بریم. گناه همین هر گپ میگه اما نمیگه. همین تا گپا خواهی بریم. کمیال. بریم شما بگردین که من گوار جمع کنم. بریم. تو سیکو بعض مردم به سر دخترها خوب و سر دمادا خوشت فیلم بازی میکنن بعضا اما اگه پول تو به قصدن به دوزی و حساب کتاب بردیشتی یا پیش خدا تو در به در کنه خاک به سر کنه که دستام همه اولاد تیریش شد